من لازمه که اینجا در ضمن تایید فرمایشات دکتر فرهنگ مهر که ایشون اشاره کردن که در تورات 27 بار نام کوروش بزرگ به نیکی یاد شده، یک نکته رو اضافه بکنم. این بود که ایشون فرمودن که بعد از حضرت موسی کوروش احترام داره در تورات. من میخوام عرض بکنم خدمتشون که قبل از حضرت موسی کوروش احترام داره. حالا دلیلش رو خدمتون عرض میکنم، خودتون قضاوت بکنید. ببینید در تورات وقتی که از حضرت موسی یاد میشه می نویسد که موسی بنده خدا، ولی وقتی که از کوروش بزرگ یاد میشه میگه کوروش مسیح خدا. مسیح به زبان عبری یعنی ماشیه یعنی نجات دهنده، یعنی کسی بود که تمام ملت‌هایی که در بند بودند آزاد میکرد. من میخواستم این رو اضافه بکنم که بدونید که احترامی که در تورات به کوروش گذاشته شده بسیار بسیار بیشتر از حضرت موسی هست. ضمناً این رو خدمتون اضافه بکنم برای کسانی که نمیدونید. هر روز شنبه در تمام کلیساهای دنیا، نه تنها کلیساهای یهودی ایرانی، از آمریکایی گرفته و اروپای غیره، دعا میکنند به کوروش کبیر. این رو شما بدونید و این باعث افتخار تمام ایرانیان هست. خیلی متشکرم است. زنده و تندرست باشید دکتر. بفرمایید برای شما. میگن فلسفه از یونان آغاز شد. ما همینجا ادعا داریم که نه خیر، از ایران هم آغاز شد. غربی‌ها نمیخوان اینو قبول کنن، میگن نه خیر، زادگاه فلسفه یونانه. نه خیر، بنده میگم ایرانه و دلایل میارم که افلاطون تحت تأثیر حکمت ایران باستان بوده. دلایل قطعی از خود اروپاییان میارم. بله بوده. حالا ما خودمون نمیخوایم ایران خودمون رو تحویل بگیریم، خب چیکار کنیم؟ ما دوست نداریم. غربی‌ها سابقه خودشون رو دوست دارن، حفظم کردن. تمام غرب از یونان باستان میگیره تا حالا. ما نه، ما دیگه قبل از اسلام ما میخوایم به فراموشی بسپاریم و الاسلام یجب و ما قبل از این حدیثا هم جهل میکنیم، دروغ میخونیم و میگیم قبل از اسلام هیچ خبری نبوده. نه خیر، خیلی خبر بوده، خیلی خبر بوده. ما الان ببین، ما در مقابل عربا قرار نگرفتیم، ما در مقابل اروپایی‌ها که میگن همه اقوام بربر بودند، ما رو بربر میدونن. یونانی آدم بودن. ما در مقابل اونها حرف داریم. اون وقتی شما سایر اروپا، حالا یونان نمیگم، در توحش به سر میبردن، ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. این منشور زنده است، دروغ نمیگم. و عربا کجا بودن؟ در جاهلیت به سر بردن. ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم. فرمان دادم که همه